از این پس با مادرت دیگر جنجال نمیکنم. باز جنجال کنه چی؟ وقتی با مادرم داد میزنه من زیغ میشوم. داد نمیزنم، وعده میدیم پسرم. آشتی کردید؟ حالا نه، اما آشتی میکنم. اگر مادرم قبول نکنن چی؟ من یک علاج کرده او را راضی میکنم. چطور؟ مرا گوش کن. وقتی که ما در فاتحه بودیم کمی جنجال کردیم. یک روز گذشت، 2 روز گذشت، هیچ برایم نگاه نمیکرد. من نصف شب به تک تیریزش رفتم، عیناً همین طرف فریاد زدم: فریدا تو را دوست بدارم فریدا. بعد بیاد مرا پیش کرد. شوخی میکنه؟ نه شوخی نمیکنم، راست است. چرا من نشنیدم؟ در نزد من باری هم نگفتید. نه، آخرین حیات است پسرم. بعضا کلاها نیز خطا میکنن. انا حاضر گفتم که تو و امینه رو خیلی دوست میدارم. اکنون باور کردی؟ مادر جون؟ یک بار دیگر تکرار کنید، انا اون وقت باور میکنم. زود باش، من وقت ندارم. گویا من وقت داشته باشم. کودکم رو در نزد همسایه گذاشته اومدم. میترسم که اون کمالی لعنتی من چی؟ با تو گفته بودم که تولد نکن، حتی دختر رو هم یافته بودم، لیکن تو چی کار کردی؟ گوش نکردی. اما من باز هم آدمگیری کردم، پول را از تو دریغ نداشتم، برای همین هم به دیگرش کار ندارم. تیمور گوش کن التماس، کاری کن که شرف نفهمند. تو میتوانی التماس. از فهمیدنش به من چی؟ کمی جنجال میکند بعد همش میگذرد. چنانه میدانم او هم تو را دوست نمیدارد. آخر جان او هم از تو خلاص میشود. التجا میکنم آخر، تا امروز یگان کاری بد نسبت تو نکردم. اگر خواهی کن، رفته همش را به یشیل نقل کن، لیکن فراموش نکن اگر یشیل از من جدا شود تو هم در نیمه راه میمونی. انتخاب کن، کودک بی پدر ماند یا اینکه گرسنه. دیگر به من زنگ نزن. بس ایستا تیمور گوش کن. شرف، تو با من چیزی گفته نبودی؟ نه، ما پول داریم. این راست کجا یافتی؟ وقتی رفتنت مونده بودی. مگر حالا وقتی گرفتنت نشده است؟ من یک چیز را فهمیدم که به تو نمیتوانم. فریده، میتوانیم از نو سر کنیم. یک فکر کن. یاسین صحت شده ایستاده است. همین که جواب شد او را گرفته به خانه بیا. وقتی که امینه می آید تو را با یاسین در خانه همان بیند. ما را باید خوشبخت ببیند. پینور چی؟ پسری دیگرت چی؟ آنها را چی کار میکنی؟ کاری را که پیشتر باید میکردم امروز میکنم. اکنون چشمم گشاده شد. دروغ‌های آن زن را یک به یک فاش میکنم. به نزدت با جواب تشخیص میآیم. ما میتوانیم از نو سر کنیم فریده. بگو به خانه برمیگردی؟ فریده. میخواستم این شیرینی ها رو با دستان خودم پیچانم. شکرش پرو هضم نشده است. همینطور نه؟ میشود، خوب است. اینش رو بین، گویا با دست بریده باشند. بینیده جای پخت پس‌های شما را نمیگیرد مادر جان. آه پسرم، از برای خدا مگر من وقت داشتم. دست و پایم بسته شده است.
یک نبیرم در بیمارخانه، دیگرش در کجاست نمیدونم. میابیم مادر جان. یاسین را چطور یافتیم؟ امینه را هم میابیم؟ انشالله پسرم، انشالله. یا که شما به من باور نمیکنید؟ اوه پسرم میبیایم، لیکن چطور؟ در کدام احوال؟ دلم هیچ چیز نمیخواهد. بیا دخترم، از این شیرینی ها به تو دهم. حاضر که آوردن، گرم خور. نه. بیا یاسمن، یگون چیز خور. آخر به من هم زهر نکن. مجبور نکن امیر، دلم چیزی نمیخواهد. چی شده است؟ چی گپ است؟ چی شد؟ گوسفند گریخته است. چند نفر یک گوسفند را داشته نمیتوانند. مگر تو پلیس نیستی؟ کنی خودت رفته دار؟ این را بینا، حیوانی ورزشگر بوده است. به خدا راستش را گویم، اگر مرا هم سحر کشتن خواهند، من هم همین طوری میگریزم. خوش آمده پسرم. در بیرون چی غوا شد شنیدید؟ چه خیل غوغا؟ از برای خدا بچه ها داریده بر آمدن. گوسفندی اما که خالید گریخته است. باز؟ ایدی گذشته هم گریخته بود. سالی گذشته هم گریخته بود. این رو بینه. چی شد پسرم؟ برای چی اینقدر وقتت خوش است؟ گپ زن آخر. مادر جان، من با شما یک چیز میگویم. کنی گپ زن. با فکرم ما با فریده آشتی میکنیم. که قرار دادید؟ صبح در بینتون چیزی نبود که؟ با کسی نگوید، حالا انیق نشده است. نه نمیگویم. من کاری از دستم آمده را کرده ایستادم. پسرم کاری خوب میکنی و اما تو این وقت عقل در کجا بود؟ بگوی از برای خدا. ها؟ اینقدر واقعه ها از سرمون گذشت. اون پیناری شیطان رو چیکار میکنی؟ او از تو کودک دارد، به فریده روز نمیدهد. از برای خدا باز همش رو از سری نو تکرار نکن پسرم. چیکار کنم مادر؟ همیشه یک شبهه داشتم. میترسیدم که شرمنده میشوم. اما اکنون باوری دارم آن کودک از آن من نیست. چطور؟ از کجا میدونی؟ میدونم. من امروز برای تشخیص رفتم. نتیجه اش را بعد از عید میگیرم. از پینار به پرگیره ها میابم. خدایا صد شکر. در روز عید این چی خبری خوش است؟ آهسته تر، کسی نشنود. مایلش تمام. خدایا بزرگ هستی. کنی گیر پسرم خور. در طبقچمونم. گیر پسرم خور. کنی گیر پسرم. خدایا صد شکر. مادر جان، من روز عید دست بابایم رو نمیبوسم؟ البته میبوسی پسرم. لیکن ما در این جاییم. تو خواطر نشو. ما رو تنها نمیگذارند. صبح و بر وقت به نزدمون میآیند. کاش که ما به نزد اونها رفته میتوانستیم. تو صحت شو. من دیگر چیزی نمیخواهم. حالایت‌های زیادمون در پیشند. مادر جان، چی شد؟ باز چی فکر در سرت داری؟ میدونید که پدرم شما رو خیلی دوست میدارد. این گپا رو از کجا میبراری پسرم؟ پدرم خودش گفت. باز چی گفت؟ خیلیدین
با تو خبری خوش دارم. چی نباید؟ یا زمینه یا من خبر شنیدی؟ با خواستی خدا او هم یافت می شود. خیریدین درونم پر شده است. چی؟ گپ زن. چی اینقدر تعبد را خوش کرده است؟ از آن پینوری مار و پسرش خلاص می شویم. تو چی ها میگویی نباید؟ او هم نبیره امان. کودک بیگناه است. هرچی نباشد گناهش به گردن ماست نباید. انا همین خیل خیریدین با من گوش کن. شرف از کجای فهمیده است؟ رفته از تشخیص گذشته است. بعد از این نتیجهش معلوم می شود کودک از ما نیست. چی؟ ها؟ خدایا آن طفلکی معصوم را بازیچه دستی این و آن کرده است. انا همین خیل او را نبیرمون گمان کردیم، اما کار چنین است. باز یک خبری دیگر هم دارم. کلینی دوست داشته به خانه برمیگردد، صد شکر. لیکن حالا عمیق نیست. بدبختی کسی به دیگری خوشبختی نمی آرد. خیر انشاءالله این دفعه رویمان پرخنده می شود. انشاءالله. اینقدر خدمتگار داریم و کسی به تلفن جواب نمیدهد. الو. تیمور چرا تلفنت را خاموش کردی؟ ای خدا، رقم تلفن خانه را از کجا یافتی؟ جوینده یابنده است. لیکن جوینده مرگش را هم مییابد. اینش را هم میدونی؟ گوش کن کوتاه گپ میزنم. گوش نمیکنم. به تو گپهایم را گفتم. گوش کن، من دهانم را نمیکشویم، اما مبادا شرف حقیقت را فهمد چی؟ یه شیر را یافته به او گوید چی؟ اینش کاری من است. تو از پس مشکلی های خودش شو. شب خوش. ایست تلفنت را نمان. حالا ایستید. من همش رو میفهمم. شرف پسرم خیز. از آن را نشنیدی مگر؟ به برادرانت خبر ده روزی عید صبح بر وقت از خواب خیستن لازم می آید. کنی پسرم زود باش. بایلش. یاشر خیز. یاشر از آن گفتم. مالش کمی دیگر خوب کنم حضور میخیزم. خیز آخر. امروز عید است همین خیل خواب میکنی. مالش حضور میخیزم. امیر بیدار شو. از آن گفتم. مالش خستم. روز بخیر. روز بخیر. یاشر در کجاست؟ مگر نمیدونی؟ همین جایم. آفرین یاشر. باوری نداشتم که بر وقت میخیزی. آخر امروز عید است، باید بر وقت میخیزم. پسرم کنی زود باشه دیر میکنیم. چی حال داری یاشر؟ نه خوابیدی؟ خوب رفتم، خوب کردم. چی شد؟ زودتر گپ زن، پدرم انتظارند. بار اول امسال قربانی نکردیم. مگر ندیدید پدرم چقدر زیغ شدن؟ ما هم این رو حس کردیم. آخر چند روز است که گلخانه را کشاده نمیتوانم. فایده اش آن طرف استاد تا گلویم در قرض گوتیدم. به من نگاه نکنید، من ندارم. با تو چیزی نمیگویم. تو سفر داری، پولهایت را صرف نکن. کاش قربانی میکردیم اما یک گوسفند چند پول میستد؟ دیروز در بازار بودیم. یک گوسفند به فکرم 600 کم نمیستد. من 400 دارم. تو چند سال داری شرف؟ انا همینقدر. چی شد یاشر؟ شد. این کار اگه کلانی است. کنی بیاید رفتیم. در اینجا چیکار میکنید؟
پدرتان انتظار است. زود باشید. رفتیم شرف. برادران عزیز، قربانی راه است برای به خداوند نزدیک شدن. قربانی کردن یعنی حیوانی که خصوصیت‌هایش معلوم بوده در وقت معین به اصول موافق کشته می شود. قانون‌های آن باشد از جانب الله پیشنهاد شده است. انسان حق ندارد که شکل این عبادت را عوض نماید و یا تغییر بدهد و یا خواسته خود را اجرا نماید. قابیل و هابیل دو فرزند حضرت آدم علیه السلام به قربانی کردن امر شدند. قابیل دهقان و هابیل چوپان بود. قابیل برای کشتن حیوان دست دراز نکرده است و از دادن زراعت‌های خوبی پالیده‌اش هم خودداری کرده است و او یکچند سبد از پسمانده‌های زراعتش را جمع کرده همچون قربانی پیشنهاد می‌کند. هابیل باشد از همه گوسفندی خوبش را جدا نموده قربانی می‌کند و آن باشد قبول خداوند می‌گردد. شیطان در دل قابیل رشک و حسودی را پیدا نموده او را به کشتار ٹیله می‌دهد. او نخستین ریزاننده خون برادر خود می‌گردد. برادران عزیز، وقتی که قربانی موافق اصول و آدابش اجرا می شود آن وسیله نزدیک شدن به خداوند می گردد. عیدتون مبارک شد. عید مبارک. عیدتون مبارک. عیدتون مبارک باشه. به شما هم. از شما. و همه مبارک باشد. تشکر. مبارک باشد. عید مبارک باشه. و شما هم مبارک باشد. خداوند قربانیتان را قبول کند. تشکر. به شما هم قبول شد. یشار برادر، عید مبارک باشد. عید تو هم مبارک. خوب هستی؟ عید مبارک هم شد. مبارک شد. با خونه ما بیاید. همه شیرینی ببرید. پدر. لبای پسرم، شما چی رو انتظارید؟ مادرتان در خانه صبحانه را کیها آماده کرده است. مایلش کمی انتظار شود. امروز به دیگه جا میرویم پدر. به کجا؟ مگر امروز عید نیست؟ بله. اینطور باشد رفتیم. ای خدا جان. عیدهای زیاد رو بینی پسرم. جانم. آهسته آهسته، خودت رو خسته نکن. کنی به جایگاهت گذر. شین. مادر جان من خیلی زیک شدم. اگر از سوپ این طورگویی با تو کارمان زیاد است. مادر جان امینه رو هم امروز میارند؟ عجبا با تو چی میآورده باشند؟ بیت هم پخت و پس کردگی است. بیمارمان چه حال دارد؟ کنی پسرم دستی امکت رو بیبوس؟ دستم رو بوسیدی. معلوم است که هدیه ایدی هم میخواهی.
باوری داری که وزنش همین قدر است؟ به نظرم اون قدر وزنی نمینماید. اکا کمی پیشتر در نزدتان وزن کشیده بودم ترازوی ما بسیار حساس است. کنی را برکت 500 سو نمیشود اکا، جایی شدش 575. این هم برای دیروز آماده نتان. کنی بیا اکا این گوسفند را کشید. اگر 1 گرم روغن برایت من از شما پول نمیگیرم. 550. میلش خدا خیرش را دهد. شد تمام شد. مرحمت. کنی برکه یابه. 500 550 روزی شد. شد اکا راضی. کو بیا جانور رفتیم. باز گوسفند گریخت. انا به باغ مادر آمد. کارمون اکنون گوسفند بانی می شود. خدا عمرتان را دهد. باز من میگویم این آواز از کجاست؟ نباهد تو کاری بچه ها را دیدی؟ به خدا از دیروز باز در دلم یک غم بودم و چطور گویم؟ چه کار کنم نمیدونستم. ای مادر جان زیخ نشوید. ای پسرکم. ایدتان مبارک. کنی دستتون رو ببوسم. ببوس جانکم ببوس. مبارک باشد. مادر جان ایدتان مبارک باشد. بیا پسرم. ایدتان مبارک. جان ایدتان پسرم. جان ایدت مبارک. مبارک باشد. ایدتان مبارک. ایدتان مبارک باشد مادر ایدی جان. تو هم مبارک. انشالله دردهای تمام می شود پسرم. آمین انشالله از همان. ایدت مبارک شد. ایدت مبارک نباهد. خیلی ایدت مبارک. انشالله سالی به درد و غم می شود. مبارک شود امیر. رفتیم بسری دسترخوان. کنی رفتیم. مبارک. مبارک. کنی رفتیم. جونی من کنی بیو با اینا نگریم. رفتیم چطور؟ معقول شد؟ مثل شاه دختر شدی. جونی من خیریت که تو رو یافتم. به تو این خانه خالی بود. به تو عید هم برایم عید نبود. خدایا صد شکر که در چنین روزی خرسندی ما را به هم آوردی. خداوندا قلبهایمان را پر از مرحمت و شفقت گردان، خانمان را پر از ناز و نعمت و اندیشه هایمان را پاک ساز. برای راست رای کن. به حرمت این روز مبارک در دلهای ما دوستداری، خوشبینی، مهر و محبتی بین همدیگری را جای دی. باطنی صحت، دلی بیغم و با زندگی خوشبختانه تا بیت‌های دیگر رسیدنمان را میسر گرداند. آمین. من میکشویم. به فکرم کودک هایند. که است نباید؟ شیرینی ایدمو. که؟ شکر ای خداوندی بزرگ که دعاهایمان را باز مستجاب گرداندی. چقدر خرسند شدنمان را فقط خودمان میدانیم و خودت. اکنون برای بار دیگر جانب تو دست برداشتن سببی خوبی هم است. میدانیم که دستهایمان خالی بر نمیگردد. التجا داریم که ما را از فتنه و نیرنگ شیطان دور نگاه دار و قلبهایمان را پر از مهر و محبت گردان. ای خداوند بزرگ.
مرحبا. خانم آسیا نیست؟ بیا جانکم. چرا از اومدنی مهمون ها به من خبر نمیدی؟ خانم من اگر خوی با بالا برو، من کمی دیرتر میویم. ملش جانکم. رفت جانکم. عید مبارک خانم آسیا. عید شما هم. مهمان داشتنتان رو نمیدونستم. این خانمی خورد کیست؟ یشیل، شاید تو را میشناسی. دختر یک خشمان است، با تو دخل نداره تیمور. نهاری کردید؟ بیایید رفتیم. مربای دوست داشته یاسین. کنی دهانت رو کشو. اوپا. آمینا در کجاست؟ در خانه بود، لیکن دکتر خواست باز یک دو روز دیگر در بیمار خانه ماند. همراه اکش میفرستیم گفته بودند. همین طور شد. کنی یک نانی با اصل خوری پسرم؟ هیچ چیز پسرم؟ دستانت خراب شدن؟ ها؟ کنی کشو؟ خور. روید از اینجا. چیزی زیادتی ندارم که به شما دهم. روید. ای خدا. من به شما. عید نو مبارک. کلچه حلوا قطارک. چرا اینقدر زود خستیم؟ چی مگر امام رو یاد کردی؟ چند روز از تو را هیچ نمیفهمم یشیل. مرا یگون جو فرار تیمور. یشیل تو مرا نمیشنوی. خودت تنها به کجا میروی؟ کار دارم. چی کار بود است؟ چرا من خبری ندارم؟ آخر شرط نیست که از همه چی با خبر باشی. ماشین رو نگه دار. التماس به او دست نرسان. نیه پینار، مرا نادرست فهمیدی. خواستم تو را با عید تبریک کنم، لیکن یک فرقیتی خورده است. این عید قربانی تو هستی. گوش کن. مرا خیلی ترساندی. کمال التجا میکنم. راسته به شرف گو که همش دروغ است. دروغ است. با عوضش چی؟ هرچی خواهی. ما زیر حساب کتاب میکنیم. تو مرا احمق گمان کردی. این دفعه دیگر است. دیگر نمی شود. وعده می دهم. چرا به تو باور کنم؟ پول می دهم. مگر به تو پول لازم نیست؟ هر قدر خواهی به تو پول می دهم. تو آخری عمرت شاهانه زندگی میکنی. من دیگر به پول میل ندارم. تیمور زنگی مرا انتظار است. اگر با اون زنی بایش گویم که تیمور است و فرزند دارد چیکار میکند میدونی؟ تیمور را میراند. مگر او به این راضی میشود؟ خدا جزایت را دهد. دهانت را نگه دار، نباشد احوالت را بد میکنم. لجام در دستی من از پینار. یا میخواهی گپ زنم؟ از تهدیدات بیزار شدم. میفهمی؟ بس است. دف شو از اینجا.
گفتی تو نمیشود خانم پینار. فکر میکنی با شرف گفتم کار تمام؟ از این پس من خوابی دهشتناک میشوم. در شو از اینجا، در شو گفتم. الو، کجا شدی؟ من هم میدونم که روز عید است. زود بیا. گپ تلفنی نیست گفتم. زودتر بیا، انتظارم. ای روی خنوکت در گور. یشیل؟ تنها آمدی؟ این دفعه تنهایم. اجازت میدهی؟ درو مرحمت. دکتر چی گفت پسرم؟ خودت رو خسته نکن، فهمیدی؟ یگون چیز لازم نیست؟ نه، او رو خوابانیدم کمی استراحت کند. آخرین بالش پس نیست پسرم؟ کنی سرت رو بردار. آفرین. تو هم کمی استراحت کن، روی پوش بیارم. نه من خوبم. اجازت میدید؟ در آمدن ممکن؟ البته پدر، مرحبا درایید. گیر دخترم، عیدت مبارک. اینش برای توست. در اصل این از آن هدیه‌ای که شما به من دادید پر ارزش‌تر نیست، اما چیکار کنم؟ عیب خودتان، ناخواست در آمده. پدر شما چی ها میگوید؟ این طور نگوید آخر. پدر جان ببینید از درونش پول برآمد. پسرم عیب است. شرف. تشکر. چقدر زیباست. چرا زحمت کشیدید پدر؟ این طور نگو دخترم. خبر نداده آمدم. فکر میکنم که به هیچ کجا نمیرم. نه جانم، خوب کردی که آمدیم. خیر، چه حال دارید؟ کارهایت چه خیل؟ بد نه. به خانه نوامون عادت کرده ایستادیم. یک روز بیا. میلش میایم. تیمور هم خرسند میشود. وای روز به نزدش آمده بودی. بله، همان جایها کار داشتم. در آمدم گفتم تو رو ببینم اما نیافتم. بعد با آقای تیمور کمی صحبت کردیم. فهمیدم. من یک قهوه آماده کنم؟ زحمت نکش. نه جانم، چه زحمت. با شیر می نوشی یا که به شیر؟ البته. خیرینی خوب نباشد، با او کمی بازی میکردم. خودت خوابانیدم. بیدار شود صحبت کردن نمیموند. ای خدا، او رو یاد کردم. شاید تو رفتنم بیدار شود. حاضر میایم. باز چی میخواهی؟ زنت در اینجاست. چی؟ به نزد تو آمده است؟ شد خباتی نشم. او را با قهوه ضیافت کرده گسیل میکنم. گوش کن، تو هم فکری هر دو ما رو کن. اگر شرف فهمد تو آخر جستجو میکند. اگر برای من هم نباشد فکر خود رو کن. یک علاج کرده هر دو ما رو نجات ده. فهمو؟
چی شد؟ بیدار شده است؟ ها باز خوابش برد. میلش بیا قهوه خنک نشود. تو میدونی از من چی رو طلب کرده سوده ای؟ اگر فهمم چی؟ کسبم رو از دست میدهم. نتیجه تشخیص رو عوض کردن آسان است مگر؟ من هم برای همین به نزد تو آمدم. شاید در همون بیمارخانه یگان دختر شناست رو میابی، یا از کجا دانم یگان راه دیگرش رو میکابی. پول مشکلی نیست. هیچ نبکشد کمی جستجو کن. اگر از او رها یابم هر چی خواهی از من طلب کن، وگرنه زحمت‌های کشیدم بهوده میشوند. انا اون وقت روزم سیاه میشود. گیر خیریدین. مرحمت. تشکر فریده. آه شبت. مرحمت. تشکر ینگه. آه شبت. اپای فریده من نگیرم. دخترم کمتر میگرفتی آخر شیرینی دانه است. نه مادر جان ایستید. مجبور نکنید به من دهید، من میخورم. یاشار خیر بس بودگیست. از خوردن باز نکفی، از تو باز شیرینی و قند میخوری. پسرم کاردار نشوید. آخر در غریبی شیرینی های ما را از کجا مییابد؟ آش شود پسرم، آش شود. مرحمت، خوش آمدید. اگر خودمو نمیپرسیدیم بخبر میموندیم. سرگردان شده به بیمارخانه رفتیم. آخر برای ما هم آمدن یاسین سورپریز شد. گپ رو دراز نکنید مادر جان، کمی سیر کردیم. عید مبارک خانم نباهد. این رو چرا گیرید. زحمت کشید تبریک پسرم، میکنم. تشکر. اینش رو هم گیرید. دستتون رو ببوسم. خوشبخت باش پسرم. عیدتان مبارک. های به شما هم یوسف جان. مبارک. خوش آمدید. عیدت مبارک. عیدتان مبارک باشه. عیدتان مبارک. خوش آمدید. عیدتون مبارک. عید مبارک. عید مبارک. خوش آمدی اتیلا. عید مبارک. مبارک باشه. عید شما هم مبارک خانم. چه حال داری اتیلا؟ گذارید. تشکر. عید مبارک خواهرم. عیدت مبارک اتیلا. دخترکم در اینجاست. مادر جان. عید مبارک. خوش آمدید. عیدت مبارک یاشار. تشکر اتیلا. بیا شین. عیدت مبارک دخترکم. وای نبرهکی من، جگرکی من، اصلکی من. عیدگردک عیدت برآمده مبارک است. بیبی جان. عیدکت مبارک. مرحمت بدر عیدکت گیرید. مبارک تشکر جونی من. دخترم. دیگر نمیتوانم. دخترم این رو در چه حال آنجا داری شیر بذار. بچه؟ توفا وردید. کلی بین؟ کنی بین؟ نمیخورم دخترم. برار. تشکر ینگه. اویسته. اوه شطرنج. اکنون شطرنج بازی میکنیم ها؟ کنی بچه ها از پای قربانیمان شویم. با اجازت شما. مرحمت بین همو زیاد نمیستیم. نه این خیلی نمیشود. یک جای خورم میخوریم، کباب پسرم میخوریم. کشین. ما خودمو حل میکنیم. من هم با شما روم. پسرم تو چی کار میکنی؟ تو مهمونی. شین همراه شرف چای نوشیده صحبت میکنی.
کنیگر جونم با تو چای آوردم. با مزه تشکر مادر جان، بسیار با مزه. شود. امیر، من اینها رو به خونه یک دوستم برده دهم، زود برمیگردم. با ماشین رویم چی؟ نه لازم نیست امیر، من پیاده رفته زود برمیگردم. دیر نکن، باز از کباب نمانی. تو غمی مرا نخور، مادرم حق مرا میمونه. نوشی جان. تشکر. فریده، با شرف چی شده است؟ من و مادرم را چنان حرمت و احترام کرد که از نزد تو هم دور نمی شود. امروز با دست راست خسته است چی؟ یا اینکه آشتی کردن می خواهد؟ اتیلا، شرف تشخیص گذرونده است. میگوید که پسر پینور از من نیست. نتیجهش رو بعد از ایت می آورده است. تو امروز عقلش در کجا بوده است؟ بی عقل. یعنی به خانه بر میگردی ها؟ یعنی ما این قدر شلاق رو بیهوده خورده بوده ایم. اتیلا، شوخی میکنم برای تو جانم فدا میکنم. مهمش تو خوشبخت باشی خواهرکم. فریده، شما آشتی کردید؟ آیسته. وای جانکم، من فهمیدم. نباشد چرا یاسین رو گرفته به اینجا بیار گفته؟ مادر جون حالا هیچ چیز معلوم نیست آخر. من هم در فکر تو بودم که بعد خانه رو خالی کردن تو به کجا میرفته باشی. البته میدونم که با من نمیروی، برای همین تکلیف هم نکردم. خیلی خوب شد جانکم. هیچ نباشد فرزندانت رو صاحبی میکنی، همین طور نه؟ فریده جانم، خیلی خرسند شدم. ای جانکی من، آفرین. خلاص. خوش اومدی. نواز خوب خیستی. آخر نیست روزه شده است. این چه خیلی خوب بوده است. یک طرف است. دیر خوب رفته بودم. وای این کیست؟ چه حال داری شر بچه؟ برویت چی شد؟ افتیدم. عید مبارک نمیگویی؟ عیدت مبارک. عیدی تو هم مبارک. کمی گوشت آوردم، قربانی کردیم. خدا قبول کند. قیمه کرده برای مراد خوراک آماده میکنی. خرید کرده ای؟ بخیر است؟ باز از دوگانت قرض گرفتی لیلا؟ نه، همسایه ها آوردن. آخر عید است کو. ای خدا، معلوم می شود که از بیرون محتاج می نموده ایم ها؟ یشر التماس تبم رو خیره نکن. آخر امروز عید است. به این هم دیر میبینه. تو کی برمیگردی؟ یاسین هم قریب صحت شده است. برای عید اجازتش دادند. همراه ینگم به خانه آمدند. خیلی خوب. یعنی یک دو روز پس جواب می شود. دیگر یگان سببی برای در آنجا ماندنم نمیماند. پگاه بیگاه می آیم. اگر آنجا ماندن ضرور باشد ایستو. هیچ گپ نی. میبینیم. ای خانم نباید مبارک شود. فرزندانمان آشتی کردند. فریده گفت؟ بله، اما کسی نفهمد گفت. شرف هم به من تنبیه داد که به کسی نگویم. یعنی خودشون به همه آوازه کردن. آخر من هم میدونستم این کار باید حل میشد، مگر با دو کودک جدا شدن ممکن است؟ ممکن نیست. البته ممکن نیست. روی خاطر میبینم نمیشود. ما باشیم بیهوده همدیگرمون رو به خدا من هم فراموش کردم. بود یا نبود نمیدونم. لیکن شرف این دفعه به قراری جدی آمده است. انشالله اگر جوابی تشخیصم به خواست دلمون برآید از خدا دیگر چیزی طلب ندارم. چه خیلی تشخیص؟
شما خبر ندارید؟ نه. شرف دیروز در خصوصی پدری تشخیص گذرانیده است. بعد از این نتیجهش معلوم می شود. من میدونستم که شرف این کارو نمیکند. پسری من نمیکند. این کودک از شرف نیست. شرف ینگم چه خیلی به خانه آمدن. دیده خیلی حیران شدم. او را چطور راضی کردی؟ یک دو چیز گفتم. معلوم می شود که چیزی تأثیر بخش. به تو نمیتوانم گفتم. حل می شود. اینش هم حل می شود. اول امینه را یابیم. آن وقت می بینی همش فراموش می شود. انشالله. شرف یاسین تو رو می پرسد. به نظرش می روی؟ مایلش فریده. دو روز پیش برای همدیگر نظر کرده نمیتوانستند حاضر باشد. چشمانشان میدرخشد. درد همین خیل است. یا انسان ها رو نزدیک میکند یا اینکه دشمن. یاسمن، تو اصلا دشمن نشو میلش. باور کن حالا ما دردهای زیادی رو پس سر میکنیم. بیا امروز به نزد پدرت رویم. دستش رو ببوس، با ای تبریکش کن. البته من به تو نمیگویم که در حال همش را فراموش کرده او را ببخشی. فکر میکنم هیچ نباشد قدم اول را تو گذار. آخر از نزدیکانش تنها تو مانده ای یاسمن. چی میگویی؟ تو را به نزد پدرت برم؟ مایلش. جانکی من. بیایید خوراک تیار شد. تشکر ینگه. ما امروز خوراک را در خانه پدر یاسمن میخوریم. یاسین پسرم کنی بیا با پایم فرایم. کنی؟ بیستو. چی میخوایی پینار؟ شرف در روز عید برای دیدن این پسرت نمیویی؟ او را همین طرف بریده میپرتویی؟ پسری من در برم است. تو پسرت رو گرفته به نزد پدرش بر. کنی رفتیم. مادر جان، من برای شما رو جیغ زدن اومدم. مایلش رفتیم. کاش که اصلا امیره را نیابید. تو رو به یک جای خیلی زیبا میبرم. اگر معقول شود تا بگاه اونجا میشینیم. مایلش رفتیم. فاطمه با من یک قهوه برای شوهر دختر باشد. نوشاکی آماده کن. حاضر خانم. یعنی بیا رفتیم. بیا. خونو خوردی؟ کنی بیا کمی گرم شویم. کمین گرم است. بین چه زیباست. چی شد؟ یک دقیقه شوهر دختر. چی شد جانکم آخر؟ چی شد آخر؟ من شد. آرام شد. آخر من با تو چیکار کردم؟ فاطمه جانکم شد. لبه خونم. آرام شد. شد. آرام شد. های زود بس. آمده کمک آرام کن. شد. شد. آرام شد. تمام. آرام شد. بس. چرا این کار میکنی؟ کنی اجازه داد خانم. با بالا میره. آرام شد دختر. رفتیم جانکم. جان من آرام شد. کجا شدی؟ به زنگ‌هایم هم جواب نمیدهی؟ نشونیدم. تو کی اومدی؟ کمی پیشتر. چیکار کردی؟ دوگانه هایت را تبریک کردی؟ در یک قهوه خونه خوردیم. کمی صحبت کردیم.
همه‌شان رو یک جای تبریک کردم. خوب. و باز امروز به نزد پینور هم رفته بودم. نخواد. خریدین رو یاد کردم. در چند روز خیلی کلان شده است. یعنی خودت میدونی، اما به فکر من با آن زن دیگر وا نخور. او ارزنده تو نیست. از کجا دانم؟ آخر یگان چیزی مشترک ندارید. شاید داریم. صف زده نگوی. خودت را با او برابر نکن. ای بیامون تیمور. در نزد در محافظان نیستند؟ شاید در دیگر طرف باشند. کو بیا جانم. شد جونکم. کشو حاضر شد جونکم. تمام جانی من تمام. انا میخیل و دکتر انور خبر دهم خانم. او دیگر نمی آید. شد جونکم. همه‌اش گذشت. آرام شو جونی من. کنی بروید. تمام شد جونم. همش گذشت. آرام شو. همش میگذرد. تمام. کسی نیست. پدرم خونه رو به محافظ نمیمونند. پدرت به یگان جایی نرفته باشد یاسمین؟ اگر این طور میبود خدمتگاران در رو میکشودند. این؟ یاسمین؟ دخترم؟ خوش آمدی. عیدتان مبارک. عید شما هم مبارک. سلامت باش. تشکر. مرحمت به درون درایید. لابه سلیم. مالش من حاضر می آیم. از گروهی کودک دوزان یک نفر را دستگیر کردند. امینه را شناخته است. من باید به امنیت روم. یاسمین. مایلش. من یاسمین را برده میمانم. او را به خانه‌تان میرسانم. اگر خواهد در اینجا هم بمانم. امیر وقتی برگشتند میتوانی مرا همراهت بری. مایلش یارکم می آیم. مایلش. خوب تا بازدید. بیا دخترم. خوش آمدی. بیا. مرحمت خانم جان. من نمیخواهم. تشکر.
لبه؟ الو شرف، کسی را یافتم که امینه را دیده است. چی؟ چی شد است؟ چی شد؟ کسی را یافتن که امینه را دیده است. خدایا صد شکر. مایلش ما حاضر میآییم. نه آمدن ضرور نیست. اگر یگان چیز فهمم خودم به تو زنگ میزنم. آها ما را خبردار کن حتما. لازم شود ما زود میآییم. خوب است. شرفو چی گفت؟ کی دیده است و در کجاست؟ حالش خوب است؟ نمیدونم. فهمت زنگ میزنه. خدایا مرا به دخترم رسون. لیکن به یاسین چیزی نگویید. یاسین راست میگویی خیریدین؟ اگر امینه را یافته بیارم بر خدا ایدی هر که میشود. خانم جانا، خدا دعاهای ما را قبول کرده. نیشه حق در طول حیاتم خودم را مغلوب ناشونده میپنداشتم. به کسی سر نمی فراوردم. همه در نزدم به لرزه می آمدند. غالب بزرگ. در اصل غالبی ناتوان بوده است. به فرزندانم ناتوانم. معلوم می شود که قوتم را از شما می گرفتم. کاش وقتی زنده بودنی نشین را درک می کردید پدر. مرا بخشیده می توانید. کوشش میکنم لیکن برای شما نه، برای خودم. خیلی غضب آلودم. اگر دلم همین طور در زیر این وزن نیستد دردمند میشود. طوفان آن مکان را از خود کرده بود. من هم یک چند کودک را برای ترساندن فرستادم. آنها بین خودشان جنجال کرده سوختار را به عمل آوردند. برای بردن کودک ها می آمدم. ناخواست دیدم که یک خانه سوخته ایستاده است.